15 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جریان کارهای برقرارسازی خانه‌های استقامتی شهروندان واقع در محله دمینزاده شهر کلاب بازدید به عمل آوردند. این پیشوای ملت آورد صلح و وحدت. امامعلی رحمان تاج سامان در سرت، هر جا باشی همیشه خدا باشد راهبرت. ما کودکان دانا منت داریم از شما، چون که برای مایان بیگشای دبستان. ما خونده عاقل شویم، یک جو و یک دل شویم. فردای تاجیکستان در دست ما کودکان. ای عزیز و پیروندان و مرحبا، تاجیکان را افتخار و تاج سر. ای چراغی رفشن و شام و سحر، اختری بالو در روی انجمن. مورد ذکر است که در نتیجه بارشات زیاد و آمدن سیل روز 11 می سال جاری در شهر کلاب 3 نفر شهروندان به هلاکت رسیده، 43 خانه پوره و 102 خانه قسماً، 606 انشاءات یاررسان، 4 مکتب و مؤسسه های تا مکتبی، 6 کیلومتر راه، 10 پل، قریب 25 کیلومتر خطهای انتقال برق، 65 پایه آهن و بتونی، 7 ترانسفورماتور، 13 و از 5 کیلومتر انشاءات سویل مستحکم کنی، 500 متر قبرهای آبگذر و دیگر انشاءات و تجهیزات اینفراستراکچور استحصالی و اجتماعی و کمونالی ضرر دید. طبق دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد خانه‌های استقامتی شهروندان از جانب تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوری، ولایتی و شهری ادامه داشته تا به امروز 7 خانه ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. روز 11 ماه ساعت 2 بارشات سیل آمده، آفت طبیعی با ما ضرر اقتصادی رسوند. در این حالت ما فکر خانه نکرده الکی از طرف پرزیدنت محترم با ما کمک اولین درجه رسونده شد که در 10/31 روز خانه با تمام اشیای خانه تامین کرده شد. خانه‌های زمانوی کرده. هزار رحمت به پرزیدنت محترم که با ما چنین غمخواری دلسوزانه رو کرد. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سرداران 2 عائله ضرر دیده نظرآف اسماعیل و عزیز و ملکه کلید خانه‌های استقامتی نوبنیاد را که از طرف وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با سطح و صفت بلند و تمام شرایط ضروری ساخته شده است تحفه نمودند. بناهای استقامتی در میدان 104 متر مربع جایگیر بوده از 3 حجره استقامتی، آشخانه، حمام و پیشدالان عبارت می باشد. ساکنان از کمک‌های پیوسته و غمخوری‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اظهار قناعتمندی نمودند. در می واقعی می رفتود خانه من همش گشت. ما با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان که همین خانه‌های ما را، خانه‌های ساکنان محله ما را در مدت کوتاه ساخته به ما تحفه نمود. ما از جناب عالی منت داریم. من به اهل خانواده ام منتدارگی خود را به جناب عالی بیان میکنم. دست شفقتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی ما را به زندگی باز دلگرم میکند. بهترین و مهمترین پایگری مردم در چنین حالتها امید است که آن را محبت پدرانه شما دائما به ما ارزانی می‌دارد. پرزیدنت مملکت تاکید داشتند که عائله‌های ضرر دیده در کوتاه‌ترین مهلت با تمام شرایط و امکانات‌های زیست تامین می‌گردند. کارهای برطرف‌سازی عاقبت آفت طبیعی و کارهای ساختمانی دیگر خانه‌های استقامتی شهروندان از آفت طبیعی خراب گردیده ادامه دارد. در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تا به امروز به 1725 خواجگی ضرر دیده کمک یک وقتینه مواد خوراکه از قبیل ارد، روغن، شکر، برنج، پیاز، کارتوشکا و دیگر مواد روزگار رسانیده شده برای برقرارسازی خانه‌های ضرر دیده اشان همچنین دیگر نمود مسئله ساختمانی به مانند سمنت، آرماتور و تخته دسترس کرده شده است.